سلام هموطنان گرامی، خوش آمدید به سوپرکولا اسپورت. تیم ملی برزیل در دور سوم از مرحله گروهی جام جهانی 2026 به مصاف اسکاتلند رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه 3-0 شکست بده. در این بازی 2 تا گل وینیسیوس جونیور به ثمر رساند و 1 گل هم ماتیوس کونیا به نام خود ثبت کرد. در پایان این دیدار وینیسیوس جونیور به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد و برای سومین بار متوالی این جایزه را از آن خود ساخت و نام خود را در جام جهانی 2026 ماندگار ساخت. یک نکته جالب هم که برای تیم ملی برزیل رقم خورد این بود که ستاره محبوب برزیل یعنی نیمار بعد از 981 روز وارد میدان شد و مورد استقبال و تشویق پرشور هواداران قرار گرفت. از گروه سی رقابت‌ها یک بازی دیگه هم برگزار شد که مراکش به مصاف هایتی رفت و موفق شد با نتیجه 4-2 پیروز بشه. مراکش هم مثل برزیل 7 امتیازی شد، اما با عنوان تیم دوم گروه سی موفق شد جواز حضور در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی را کسب بکنه. در پایان بازی مراکش هم اشرف حکیمی ستاره سرشناس دنیای فوتبال به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب گردید. برای معلومات بیشتر از جام جهانی 2026 با سوپرکولا اسپورت همراه باشید.